سلام بچه، چطوری؟ امروز اومدم با یه بازی دیگه. این تلفظ کلمه اول بچه برام سخته. هر کسی که میتونه تلفظ کنه لطفا تو کامنت ها بگه. چیشی ویزیت. بدون این چیزی بریم شروع کنیم. یه وقتم میگه آمادم که برم. آره بچه من چی؟ میگه که وقتی که اون نقطه وسط قرمز شد یعنی میتونی که اینترکت کنی یعنی میتونی ای بزنی اینترکت کنی. اینو بزن. خب اول از هم بذاری من یه دوربر یه نگاهی بندازم. ای با موز نیست. میگه که باید اتاقمو تمیز کنم. من میگه باید تمیز کنی اصلا قشنگ مشخصه. چیز دیگه نیست که برداریم. اینجا کامپیوترمون روشنه، کسی اینجا نیست. مثل خیلی وقتای دیگه دوباره یادم رفته توضیحاتو بخونم. اگرم خوندم یادم رفته دیگه. چیز دیگه نمیشه اینترکت. گفت بریم. میگه که اول باید برم لپتاپمو چک کنم. لپتاپ. خب چی نوشته؟ میگه که ترسناکترین خونه تسخیر شده. داره راجع به این توضیح میده. میگه یه خونه عادی نیست، حتی داستانش هم خیلی ترسناکه، به ترسناکیش اضافه میکنه. توی دهه 60 ساخته شده. میگه که خونه یه عالمه قاتل، چند تا قاتل سریالی بوده. بعد میگه الان ولی دیگه فقط چیزه خراب است دیگه. بعد میگه که برای چی ولی هنوز یه معماست. شایعه ها میگن که گزارش میدن که شایعه ها میگن که میگه که یه اتفاقایی افتاده بعد از اینکه چند نفر رفتن تو اون خونه. میگه که ما پیشنهاد نمی‌کنیم برین اینجاها بگردین. اصلا چیز نیست. خدا نمیدونم چرا این بچه وسط حرف زدنم هی میکنم، با اینکه میدونم الان نگاه میگه اصلا امن نیست و ممکنه که نتونی دیگه ازش برگردی. اینا از اینا نمیتونم ببندم زیرش. خب رفتیم اینو خوندیم. بریم احتمال زیاد ما میخوایم بریم بگردیم، با اینکه اونجا خوندیم نریم بگردیم ولی ما میریم میگردیم. از ایناست که میره طرف خونه ها رو میگرده. ماشینمونو اینترکت کنم چی میشه؟ برمیگردم خونه. چقدر عالی. آقا برگردیم. گودندین گرفتیم. آره دیگه چیزش هم همینه، برمیگردی خونه نمیری. پشیمون شد. ببین های اول کاری چی شانسی. میگه که میگه اف بزن چراغ قوه بذار. به چی چراغ قوه ای؟ اینا نمیتونم بردارم. نه. ای ماشین اینجاست. ماشین تلاش خال. دویدنم با شیفت دیگه مثلا میدو اصلا. فکرم فقط یکم میگه قفله و بریم کلیدشو احتمال زیاد پیدا کنیم. از این پشت میریم. تاشخال. بچه یه دقیقه گم کردم کلیدامو. خوب یه دقیقه کجا دارم میرم بابا؟ میخوام این ببینم. از این فکرم این باز باشه. آره باز. چه تاریک. نه تاریک شد. نمیشه برگردم. قفل شد در. اینم که قفل. نه میگه که اون دره مال زیر زمینه. باز شو. آینه شکسته. حوله رو نمیتونیم برداریم. فلش رو کشیدیم. بدو.
آی چه دار یه دقیقه فکر کردم اینجا کسی نشست. غذا میگه که خوردنی به نظر نمیاد، قابل خوردن نیست. برون ور. بودو کتاب نه یخچال یادم میاد توش آشغاله، تو اینم آشغاله. شاید جنازه است. نه بعضی هست تا نگه میدارم مثلا قربانیاشونو دیگه. صدا اومد؟ نه توهمی شد بچه من توهمی. میگه یه ذره باقی مونده یعنی کسی اینجا بوده. اینا نمیشه باز کرد. فکر نکنم دیگه اینجا چیز باشه. اشتباهی رو نگه داشته. این بر طبقه بالا دیگه، چون اینم فکر نکنم باز شه. اینم که میگه چیه اون گاراژ. مال گاراژه. بودو طبقه بالا چی دیشیونی. هیچی نیست. کلید کلید گاراژ رو گرفتیم. اول اینجا رو بگردیم. کامپیوتر فقط برفکیه. افتادم. گیر کرد بازی. نه چون چیزم فکر کردم یه دقیقه گیر کرد نمیتونستم تکون بخورم. این که قفله. یه صدایی دوباره اومد. لطفا نپر تو صورت. زنگ نمیخوره. باشه قطعش کن. صدا تلفن ترسناکتر از این. خب اینجا هم هیچی نبود. بریم گاراژ. صدا اومد دوباره. در ببندیم پشت سرم. نظرتون چیه؟ کلید زیر زمین رو گرفتیم. ایول. مورد علاقه من ولش کن. خب بچه هیچی نیست. با بریم بیس. فکر کنم باید حرکت کنم. بچه هیچی نمیبینم من. فلش لایت هم کن. ببین احمقی اگه بخوای بری واقعا اون تو. هرچند تو از اولش هم احمق بودی چون اومدی اینجا. پس اینجا در من نبستم. هیچی اتفاق نمیافته. بچه ها طرف بذاریم بگم کل داستانشو. این که اومده اینجا مونده تو چند دقیقه اصلا 20 دقیقه اولینه چی نشده. بعد کم کم گفته حس میکنم یکی داره بهم زور میزنه اینا. بعد گفته که اینجا اومدن کلا اشتباه بود. نه یکی هم داره میاد توی زیر زمین. بچه ها نمیخوام برم تلفن رو جواب بدم. صدا تلفن از همه چی باور کن بدتره. خب این پایان من است. مطمئنم برم جوابش بدم. مردم. بودو آی خوردم تو دیوار. لطفا چیزی نپر تو صورتم. صدا گریه است. مومو شد تنم. برو بیرون دیگه.
میگه که همین الان در طبقه پایین باز شد. با بریم دیگه، چاره دیگه ای نداریم. واسه از اینجا نگاه کنم. آره باز شد. بودو فقط بودو. اوه نه دیگه دیگه شد. جامپ اسکرش اونقدر ترسناک نبود، چیزای دیگهش خیلی ترسناک‌تر بود، مثلا صدا تلفنه. خب مرسی از اینکه تماشا کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بای بای.